دکتر عطیه هستم، دکتر معالج بخش نسایی و ولادی. سندروم قبل از قاعدگی که شامل مشکلاتی چون تخریشیت، عصبانیت، ناراحتی‌های ناحیه شکم، اختلال در خواب و اشتها می باشد، در سنین باروری در 2 هفته قبل از قاعدگی عاید حال خانم‌ها می‌گردد. ما به عنوان دکتر معالجه بخش آگاهی لازم برای کاهش و از بین بردن این سندروم را دارم. قسمی که در این جریان در فضای باز ورزش میکنم و مصرف کافئین را از رژیم غذایی خود حذف میکنم. از غذاهای حاوی مقدار زیاد کربوهیدرات و مقدار کم سدیم به دفعات متکرر به مقدار کم استفاده میکنم و همچنان استفاده از کمپرس های گرم را در جریان قاعدگی فراموش نمیم. شفاخانه آریانا، شفاخانه مورد اعتماد شما.